بچه ها گان لولی جدید اومده توی گیم که من قشنگ 1 سال منتظرم وودپکر لولی بیاد. خب ولی برداشته به این شکل برده. منم 2 کیجم دارم همشو میزنم تا بده، ولی خب امیدوارم بده چون من 2 تا گان لولی ها رو دارم و احتمال داره اینا رو بهم تکراری بده یا ام پی 5 بده اصلا. ولی واقعا من کلی جمامو نگه داشته بودم واسه این وود لعنتی. حالا دیگه ریسکشو میکنم، اگه نداد که نداد دیگه، جم نمیزنم جهنم، اگه دادم که دمش گرم. خب یه لمصفه. خب نه، غلط کرد. بده بده بده، تو رو خدا بود بده. بچه ها یه چیزی رو نمیدونم، الان من اگه این 100 تا رو فولشم کنم احتمال داره بهم تکراری بده یا 100% از وود و MP5 میده حاجی. اگه تکراری بده که دیگه باید نده. یه دقیقه نوواکس، من وودپکر رو به تو نمیفروشم. بابا نه ناموسم بده، تو رو قرآن بده، تو رو خدا بده. چرا اینجوری میاری گان لولی ها؟ چرا اینجوری میاری جون مادرت؟ عجب دزدی هستی. این نمیده، باید فولش کنم. اصلا جمم میرسه فول شه. آره میرسه. پشمام. اینجا ببینم وودپکر توکنم گرفتم بچه، لولش رو 4 کنم دیگه. ببینید چقدر وودپکر رو منتظرش بودم، نگه داشتم بیاد لولش رو 4 کنم. تمومه دیگه، بهترین وود پلیر ایران شدم. تموم، همه رو میزنم.